از دیدگاه وناکی هستی همانند اقیانوسی از انرژی است، اقیانوسی که عدم توزیع یکسان انرژی در آن سبب ایجاد امواج و تلاطمات در آن شده است. اما این یکسان نبودن توزیع انرژی در آن پیوستگیش را از بین نبرده، یعنی در عین حال که کل هستی مثل اقیانوسی به هم پیوسته اند، در نقاط مختلف چگالتر و یا کم تراکمتر شدند و اما موجودات زنده توده های چگالتر این اقیانوسند که در شکل و نحوه توزیع انرژی با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند. توده ها و میدان هایی که هر یک در درون خود ناظر دنیاهایی زیبا، فریبنده و حیرت انگیز هستند. در واقع هستی مشابه اقیانوسی است که موجودات مانند قطعه یخی در آن شناورند. با وجود آن که ظاهراً جدای از هم دیده می شوند، اما در حقیقت یخ ادامه اقیانوس و اقیانوس ادامه یخ است. از دیدگاه وناکی ما انسان ها نیز ادامه هستی و هستی ادامه ماست. و دنیا تصور درونی ماست از هستی بیکران. وناکی یعنی روزنه‌ای به سوی روشنایی.